سلام تماشابینان گرامی، خلاصه خبرهای مهم ششم فوریه تاجیکستان و منطقه را از پایگاه خبری بامداد برایتان پیشکش میکنیم. شروع میکنیم از یک نگاه کوتاه به سرخط خبر مهم روز. در این برنامه رسانه ها ازبکستان سفارت افغانستان در تاشکند را به نماینده طالبان سپرد. پرونده سرکشی از پرداخت 13 میلیون سومانی اندوز به ضد شرکت خانه‌سازی سپر. به پرستار مانده بود یک دختر تاجیک را از روسیه به وطن برگردانیدند. یک مرد مست ساکن بوستان پیرمرد 74 ساله را تا مردن رتوکوب کرده است. به دروازه‌بان تیم ملی رستم یتیموف ماشین نو تویوتا کرولا تحفه کردند. و اکنون تفصیلات خبرها. خبرگزاری اسلامی افغانستان و خبرگزاری روسی سپوتنیک افغانستان با تکیه به منابع خود در کابل خبر دادند که روز 4 فوریه سال 2024 سفارت افغانستان در شهر تاشکند پایتخت ازبکستان رسما به دست سفیر نو از جانب رژیم حرکت تندرو طالبان فرستاده شده سپرده شد. مقامات ازبکستان و نمایندگان طالبان تا حال رسما این خبرها را تصدیق یا رد نکردند، ولی این دو رسانه خبر دادند که امارت اسلامی افغانستان که طالبان رژیم خود را چنین مینامند به تاشکند نمایندگانش را فرستادند و روز 4 فوریه معرفی کردن سفیر نو دایر شده است. رادیوی آزادلیک خبر داد که وزارت خارجه این به نام امارت اسلامی هنوز نیم سال قبل مولوی مغفورالله شهاب را که در آن وزارت به حیث معاون رهبر اداره سیاسی کار میکرد همچون نماینده جدید خود به تاشکند فرستاده بعدا به مقام سفیر افغانستان در ازبکستان تعیین کرده است. روز 4 فوریه باشد مولوی شهاب را به عنوان سفیر نو به کارمندان سفارت معرفی کردند. او در این مقام احمد خالد علمی را که هنوز سال 2020 از جانب حکومت قبلی افغانستان به مقام سفیر در تاشکند تعیین شده بود عوض کرد. در مورد علمی تنها همین قدر گفتند که او به دلیل به پایان رسیدن زمان مأموریتش ترک مقام کرد. مولوی شهاب پسر مولوی شهاب‌الدین دلاور است که در حکومت ساخته طالبان مقام وزیر معادن و نفت را در دست دارد. طالبان قبلا ادعا کرده بودند که الکی در 17 کشور دیپلمات‌های خود را جابجا کردند. در بین کشورهایی که سفارتخانه‌های افغانستان را به دست طالبان سپردند چند کشور بزرگ مهم از جمله خطای روسیه و ایران نیز هستند. به فرق از دیگر کشورهای منطقه تاجیکستان تأسیس حکومت فراگیر در افغانستان با تأمین نمایندگی شایسته دیگر خلق و اقوام و ساکنان اون کشور به ویژه تاجیک‌ها را همچون شرط شناختن رژیم نو طالبان گذاشت. سفارت افغانستان در دوشنبه تا حال در دست نمایندگان نیروهای ضد رژیم طالبان قرار دارد و بسیاری از رهبران نیروهای ضد طالبان نیز با اهل خانواده‌هایشان در تاجیکستان پناه یافتند. اما اخیرا یک نماینده طالبان ادعا کرد که امور کنسولخانه افغانستان در شهر خاروغ مرکز مأموری ولایت مختار کوهستان بدخشان در شرق تاجیکستان که با ولایت‌های تخار و بدخشان افغانستان هم مرز است به دست او سپرده شده است. مرکز مطبوعات اگنتی مبارزه با کروسیه تاجیکستان روز 6 فوریه سال 2024 از باز کردن پرونده جنایتی به ضد مدیر و سرمحاسب شرکت خانه‌سازی سپرکام با اتهام سرکشی از پرداخت اندازها به مبلغ مخصوصا زیاد خبر داد. سپرکام در دوشنبه چندین بنای بسیار قیمتی از جمله مجتمع استقامتی محتشم در کوچه کراموف در قسمت شمالی پایتخت تاجیکستان را بنا کرده است. در اطلاع اگنتی در بابت از پرداخت اندازها سرکشی کردن این شرکت چنین گفته می شود: ستاروف در وظیفه دیرکتور شرکت سپرکام و مومنوف در وظیفه سرمحاسب همین جمعیت کار فعالیت کرده در دوره فعالیت کاریشان با مقصد به دست آوردن فایده مفت در ولایت زیرین به صادر نمودن جنایت سرکشی از سپردن انداز عیبدار می شوند. چنانچه نامبردگان از 1 اپریل سال 2021 تا 1 سپتامبر سال 2023 برخلاف طلبات‌های کودکس انداز جمهوری تاجیکستان عمل کرده با مقصد سرکشی نمودن از پرداخت اندازها منبع اندازبندی شونده را پنهان نموده در این زمینه بارای پیشنهاد کردن اعلامیه‌های ناصحیح به ناظرات انداز نوعی اسماعیل سامانی شهر دوشنبه جمع به مبلغ 8,877,911 سامانی و با نظرداشت جریمه و فایزها به مبلغ 13,389,927 سامانی از پرداخت اندازهای دولتی سرکشی نمودند. در نتیجه با این کردارهای قصدانه‌شان به دولت ضرر مادی به مقدار مخصوصا کلان رسانیدند. وابسته به حالت مذکور نسبت به ستاروف و مومنوف
با دسترسی ماده 292 قسم 2 بند ب کودکس جنایتی جمهوری تاجیکستان پرونده جنایتی آغاز کرده شده تفتیشات پیشکی ادامه دارد. تفصیلات دیگر قضیه دسترس نیست. مسئولان شرکت سپرکام تا حال این اتهام به ضد آنها اعلان شده را شرح ندادند، ولی به آنها بر اساس قسم دوم ماده 292 برای سرکشی از پرداخت اندازها به مبلغ مخصوصا زیاد همچون جزا و جریمه به اندازه از 912 تا 1460 نشان دهنده برای حسابها یا محروم ساختن از آزادی به مدت از 5 تا 8 سال تهدید میکند. شرکت خانه‌سازی سپرکام سال 2019 تأسیس یافته به ساختن بناهای بسیار قبطه در پایتخت شهر دوشنبه مشغول می باشد. یکی از بناهای مشهور ساخته سپرکام مجتمع استقامتی در کوچه کراموف است. سفارت تاجیکستان در روسیه روز 5 فوریه سال 2024 درباره از روسیه به وطن برگردانیدن یک دختر نابالغ تاجیک خبر داد و گفت این دختر در روسیه بی‌سرابان مانده بود. سفارت در اطلاعش گفت روز 4 فوریه سال 2024 با مساعدت خدمات کنسولی سفارت جمهوری تاجیکستان در فدراسیون روسیه شهروند نابالغ جمهوری تاجیکستان که در فدراسیون روسیه بی پرستار مانده بود طبق سازشنامه کشنیوف آید به همکاری دولت‌های عضو اتحاد دولت‌های مستقل آید به برگردانیدن شهروندان نابالغ به جمهوری تاجیکستان برگردانیده شد. درباره اینکه به چه سبب این دختر نابالغ در روسیه بی پرستار مانده است در اطلاع سفارت چیزی گفته نشده است، ولی در اکثر وقت فرزندان نابالغ مهاجران تاجیک در صورت مرگ والدان آنها و یا به یگان گناه بازداشت و زندانی شدنشان در روسیه بی پرستار میمانند. بنا به معلومات سفارت تاجیکستان در مسکو از اول سال 2024 علاقه 9 شهروند نابالغ جمهوری تاجیکستان به نزدیکان خود برگردانیده شدند. در روسیه بنا به حسابها تا 1 میلیون مهاجر تاجیک کار و زندگی میکند. مبلغ‌هایی که از روسیه و اساساً با شرافت مهاجران به تاجیکستان فرستاده میشوند یک منبع اساسی تامین زندگی اکثر خانواده‌ها و هم یک عامل اساسی حرکت عربه تجارت و اقتصاد این کشور دانسته میشود. تماشابینان عزیز، یادآور میشویم خلاصه مهمترین اخبار تاجیکستان را از پایگاه خبری بامداد تماشا دارید. برنامه را ادامه میدهیم. روز 6 فوریه سال 2024 در مرکز خدمت رسانی تایوتا دوشنبه مراسم تنتنوی سپردن کلید ماشین نو تمغه تایوتا کارولا سال برآوریش 2023 به دروازه‌بان باشگاه فوتبال استقلال و تیم ملی تاجیکستان رستم یتیموف برگزار گردید. باشگاه فوتبال استقلال با نشر چند عکس از این مراسم خبر داد که رستم یتیموف با هنرنمایی پرجلویش در هیئت منتخب ملی کشور در جام آسیا 2023 دل میلیون ها مخلصان فوتبال را شاد نموده سزاوار چنین تحفه ارزشمند گردید. از جانب رهبری باشگاه فوتبال استقلال به رستم یتیموف کلید ماشین را مدیر کل شرکت تاج موتورز دیلر رسمی شرکت مشهور ژاپنی ماشینسازی تایوتا در تاجیکستان احمدجان محمود سپارید. تیم ملی تاجیکستان در جام آسیا 2023 در قطر بار اول در تاریخش به دور چهارک نهایی رو یافت و با وجود باخت از اردن به حساب اندک 0-1 در این مرحله مسابقات در قطار 8 تیم زورترین قاره آسیا جای گرفت. دروازه‌بان 25 ساله تیم تاجیکستان رستم یتیموف را اکثر متخصصان فوتبال یک کشفیات جام آسیا 2023 و بهترین دروازه‌بان این مسابقات می‌شمارند. رستم یتیموف 13 ایول سال 1998 در شهر نیژنی نوگورود به دنیا آمده است. پدر او بابرایم یتیموف تاجیک است، مادرش از روسیه. رستم یتیموف مشق فوتبال را در مکتب ورزشی ولگا آغاز کرده سال 2016 علاقه در سن 18 با تیم ولگا قرارداد بست، اما این تیم بانکروت شد. یتیموف مجبور شد که در پی جستجوی باشگاه دیگر شود. همان وقت بود که هم دستش در ولگا اسکندر جلیلوف زنگ زد و گفت او را میخواهند در دوشنبه در باشگاه استقلال ببینند. در استقلال به رستم یتیموف وعده دادند که برای شهروندی تاجیکستان را هم میگیرند و او میتواند در صف تیم ملی تاجیکستان بازی کند. سرمربی وقت استقلال ستاره مشهور فوتبال تاجیک موسین محمدیف رستم یتیموف را به صف این باشگاه پذیرفت و با دروازه‌بان اون وقت همگی 19 ساله قرارداد 5 ساله امضا کرد. اما گرفتن شهروندی تاجیکستان 1 سال طول کشید و رستم یتیموف سال 2017 اصلا به میدان برآمده نتوانست و سال 2018 نیز در اول در صف استقلال همچون لیگانر
هنرنمایی میکرد، اما بالاخره در سال 2018 به رستم یتیموف شهروندی تاجیکستان را دادند و او خود همون سال 3 دفعه در هیئت تیم المپی تاجیکستان به میدان برآمده. 11 ایون سال 2019 در بازی رفیقانه با افغانستان که با حساب 1-1 انجام یافت، بار نخست در هیئت تیم ملی تاجیکستان به میدان برآمد. حالا رستم یتیموف دروازه‌بان رقم 1 هم استقلال و هم تیم ملی تاجیکستان است. فوتبال بازان تیم ملی تاجیکستان روز 5 فوریه سال 2024 از دوشنبه به دهه بلایدوز در کنار شهر ایسار آمدند تا شخصا به مخلص 5 سالشان محمد امین کمالوف اظهار سپاس کنند. ویدیوی گریه زور این کودک بعد شکست تیم ملی تاجیکستان در دور چهارک نهایی جام آسیا 2023 در قطر در بین همگی چند روز در اینترنت صدها هزار تماشابین جمع آورد. به گفته شاهدان روز 5 فوریه برای دیدار با این مخلص صادق تیم ملی همراه با نمایندگان فدراسیون فوتبال تاجیکستان، دو ستاره اساسی تیم یکچین علیشیر جلیلوف و رستم یتیموف که او را متخصصان زیاد هنوز جام آسیا 2023 به آخر نرسیده، با وجود از ادامه مسابقه محروم شدن تیم تاجیکستان باز هم بهترین دروازه‌بان این مسابقات مینامند، به دهه بلایدوز به خانه کمالوف آمدند. محمد امین فوتبال بازان محبوبش را با گلدسته پیشواز گرفت و علیشیر جلیلوف و رستم یتیموف به نوبت خود برای مخلص خرسال فوتبالکای تیم ملی را با رقم 10 که در پشتش به شرف محمد امین کمالوف نوشته شده است تحفه آوردند. تیم تاجیکستان که بار اول در تاریخ خود به مرحله نهایی جام آسیا راه یافت، در قطر 5 بازی انجام داده باز به چند نتیجه تاریخی دست یافت. با این وجود تیم ملی تاجیکستان در نخستین هنرنمایی خود در جام آسیا 2023 به قطار 8 تیم بهترین قطعه وارد شد که این هم یک نتیجه اندک نیست و برای فوتبال تاجیک دستاورد تاریخی دانسته می شود. ریاست کارهای داخلی ولایت ختلان روز 6 فوریه سال 2024 از هلاکت یک نورس 16 ساله در نتیجه چپه شدن ماشین اوپل در دهه نویه شهریتوز واقع در جنوب و غرب تاجیکستان خبر داد و با اظهار تأسف افزود که راننده گناهکار پدر این نورس بود که مست بود و بر ضمن آن حتی حجت رانندگی نداشت. میلیسیا میگوید در حالت مستی اداره نمودن واسطه نقلیات پیامد فاجعه باری داشته، نه در همه حالت راننده سرخوش سالم به نظر می رسد. از یک جانب در حالت مستی اداره نمودن افت-ماشین این تهدید به حیات خود باشد، از جانب دیگر به حیات و سلامتی دیگر اشتراکچیان حرکت راه خطر جدی تهدید می کند. و اما هرچند که جزای رانندگی در حالت مستی در تاجیکستان خیلی شدید کرده شده است، ولی هنوز هم هستند نفرانی که در حالت مستی افت-ماشین را اداره نموده با عاقبت‌های وزنین فاجعه بار روبرو می‌شوند. شهروند خولماتوف شورت ارگاشویچ سال تولدش 1982 استقامت کننده دهه ایواج نویه شهریتوز بر ضمن آنکه شهادتنامه رانندگی ندارد، افت-ماشین پدرش تمغه اوپل استرا رقم قید دولتیش 9615 AN03 را در حالت مستی اداره نموده از عهده اداره افت-ماشین نبرآمده ماشین را در حدود دهه ایواج چپه کرده است. در نتیجه پسر 16 سالش خواننده صنف نو بر اثر جراحات وزنی برداشته‌اش در جای حادثه به هلاکت میرسد. عین حال راننده سرخوش خولماتوف شورت در حبس پیشکی قرار داشته، نسبتش طبق طلبات ماده 212 کودکس جنایتی جمهوری تاجیکستان با اتهام ویران کردن قاعده‌های حرکت در راه و استفاده واسطه نقلیات که از طرف شخص در حالت مستی قرار داشته یا شخصی که حقوق اداره کردن واسطه نقلیات را ندارد صادر کرده شده، از بی احتیاطی باعث مرگ انسان گشته است. پرونده جنایی آغاز کرده شده است و تفتیشات ادامه دارد. خود شورت خولماتوف و نزدیکانش برای شرح قضیه دسترس نیستند. به او بر اساس قسم 4 ماده 212 همچون جزا از 5 تا 10 سال زندان تهدید میکند. و اما جزای از این هم سخت‌تر برای خولماتوف این با عیب خود او به هلاکت رسیدن فرزند است و این داغ دیگر هیچگاه از دل او و دیگر اهل خانواده زدوده نخواهد شد و یک عمر دنبالگیرش خواهد کرد. راههای تاجیکستان از لحاظ صدمه‌های مرگاورش پرخطر دانسته میشوند. هر سال بر اثر صدمه‌ها در راههای تاجیکستان تا 400 نفر به هلاکت رسیده، بیش از 1200 تن دیگر معیوب میشوند. مرکز مطبوعات وزارت کارهای داخلی تاجیکستان روز 5 فوریه سال 2024 خبر داد که یک ساکن شهر بوستان در شمال جمهوری در حالت مستی
یک پیرمرد 74 ساله را تا مردنش لطکوب کرده است. به نام شورای میلیسیا ضمن برگزار نمودن چاره‌بینی اپراتیوی جستجویی از جانب کارمندان میلیسیا معین کرده شد که مرد 42 ساله ساکن شهر بوستون روز 3 فوریه سال 2024 تقریبا ساعت 13:30 دقیقه در حالت مستی با پیرمرد 74 ساله ساکن نوع باباجان غفوروف در نزد خانه استقامتی از جنگ و جنجال کرده با مقصد قصداً رسانیدن ضرر وزنی به سلامتی نام برده یک چند مرتبه به وظیفه‌های حیاتا مهمش زده است. در نتیجه پیرمرد در جای حادثه جان داده است. موافق خلاصه تشخیص سودی طبی، جراحت‌های برداشته جبری دیده همچون ضرر وزنی به سلامتی محسوب شده سبب مرگ او گشته است. تفصیلات دیگر حادثه و سبب مناقشه این مرد با پیرمرد نشر نشده است. تنها گفته می شود که نسبت به گمان برشونده بر اساس ماده قسم 3 ماده 112 کودکس جنایتی جمهوری تاجیکستان پرونده جنایتی با اتهام قصداً رسانیدن آسیب وزنی به سلامتی که از بی احتیاطی سبب مرگ جبری دیده شده است پرونده جنایتی آغاز کرده شده است و تفتیشات ادامه دارد. خود این ساکن دستگیر شده بوستون و یا نزدیکانش برای شرح قضیه دسترس نیستند ولی به او اکنون بر اساس قسم 2 ماده 112 از 12 تا 15 سال زندان تهدید میکند. بنا به امور وزارت کارهای داخله در نیمه اول سال 2023 در تاجیکستان 24 مورد آدمکشی و سوء قصد به کشتار و همچنین 54 حالت قصداً رسانیدن ضرر وزنی به سلامتی ثبت شده است. سال 2022 در جمهوری 58 کشتار و سوء قصد به آدمکشی و 131 حالت قصداً رسانیدن ضرر وزنی به سلامتی ثبت شده بود. هرچند آمار چنین جنایت‌های وزنین یک کمی رو به کاهش آورده است ولی باز هم نگرانی کننده باقی میماند. تماشابینان عزیز و گرامی، این بود مرور به خلاصه چند خبر مهم امروز تاجیکستان. خبر و گزارش‌های بیشتر از تاجیکستان و درباره تاجیکستان و اطراف آن را در سامانه پایگاه خبری بامداد در این نشانه پیگیری نمایید: www.bamdad.com. خوش باشید.